اینجا کابل هست، پایتخت افغانستان و بزرگترین شهر این کشور که جمعیت 5 میلیون نفری از همه قومیت‌های اصلی افغانستان در آن زندگی می‌کند. بر این اساس کابل 94مین کلان شهر جهان و در رده 5مین شهر جهان از نظر رشد جمعیت قرار دارد. شهر زیبای کابل قدمت 3500 ساله دارد و در طول تاریخ امپراتوری‌های زیادی به خاطر موقعیت استراتژیکی این شهر با همدیگر درگیر جنگ بوده است. و در حدود 500 قبل از میلادی مسیح توسط هخامنشیان، پادشاهی موریا، کوشانیان، ساسانیان، سلسله مغولان، صفویان، غزنویان و غوریان اداره و کنترل می شده است. و سپس از سال 1504 تا 1526 میلادی کابل به عنوان مرکز رسمی بابور سازنده امپراتوری مغولان هندوستان بود. پس از آن تا سال 1738 زیر سلطنت دهلی بود. و در سال 1747 شهر در کنترل احمدشاه درانی قرار گرفت که بسیار سریع آن را در کشور تازه تأسیس افغانستان اضافه کرد. و در سال 1776 تیمورشاه درانی کابل را به پایتخت افغانستان مبدل ساخت. و این شهر زیبا با وجود 20 سال جنگ داخلی و درگیری‌های پیاپی باز هم جزو بهترین و زیباترین شهرهای افغانستان است که توانسته تا حد زیادی پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشد. و در حال حاضر سرنوشت مردم افغانستان و این شهر زیبا در دستان حکومت سرپرست یا امارت اسلامی افغانستان است که در